کارفرما بهت میگه آقا این HMI که اینجا نصب کردیم میخوام رو موبایلم ببینم، رو تلویزیونم ببینم، رو کامپیوترم ببینم، هیچ نرم افزار اضافی هم نمیخوام نصب کنم، توی مرورگرم میخوام ببینمش. یه آی پی بزنم فرد صفحه HMI بیاره برام نمایش بده، هر جای کارخونه هم که بودم بهم نمایش بده. 2 میگه آقا میخوام کامپیوترم وصل بشه به HMI و با اکسل بتونم یه سری تگا رو ببینم، حتی بتونم ویرایششون هم کنم. 3 میخواد اگر یه سری آلارم اتفاق افتاد براش ایمیل ارسال بشه، یعنی تو HMI آلارم اتفاق افتاد سریع براش ایمیل ارسال بشه. 4 همون آلارما اگر اتفاق افتاد براش پیامک هم ارسال بشه. بیاد باید بگم راه حلشون چیه. می داخل HMI این قضایا روی بیسیک هم قابل انجامه، ما الان داریم رو کامفورت انجام میدیم. بعد قسمت ران تایم ستینگ می تو قسمت سرویسز استارت اسمارت سرور. این اگر اینو فعال کنی یه سری تنظیمات ریز روی خود HMI داره که پسورد انتخاب میکنی و اینکه مثلا فقط بتونه ببینه یا ویرایش هم کنه. برای درد اولش که بتونه رو موبایل ببینه اینطوری میشه خروجی یه آی پی میشه با یه پورت توی مرورگر هر دستگاهی که به اون شبکه‌ای که HMI هم توش وصله این آی پی رو بزنید تو مرورگر صفحه HMI میاد بالا. البته یه پسورد باید وارد کنید. گزینه 2 گفته بود چی؟ گفته بود که میخوام توی کامپیوترم با اکسل ببینم. اینو با وب سرویس SOAP انجام میدی. یه نرم افزاری هم هست توی هلپش گفته تولیپس، اونو نصب می‌کنی، تول کیت واسه می‌کنم. اونو نصب می‌کنی و بعد میتونی با اکسل تگ ها رو از HMI به صورت آنلاین ببینی، حتی ویرایششون هم کنی. یه حالت مثل کوچولوی اسکادای ریز. اما برای ارسال ایمیل باید هزینه کنه. باید بره یه دونه SMTP از سایت‌های ایرانی بخره، تو گوگل بزنید خرید SMTP زیاد میاد. بعدش میاد اینجا سرور نیم، پورت، لاگین و پسورد رو میزنه. اگر سرویس از SLR هم ساپورت میکنه حتما این تیک هم بزنید. ناگفته پیداست که کابل لنی که به HMI وصله باید اینترنت هم داشته باشه. بعد هر موقع آلارم اتفاق بیفته میتونه براش ایمیل ارسال کنه. اما برای ارسال پیامک اونو داخل کپشن مرد نمیشم. اگه ویدیو برات مفید بود حتما لایک رو بزن.